سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. در این ویدیو ما تات بهروی را معرفی میکنیم. دوستای عزیز، همونطوری که ما و شما میفهمیم تات یک اسکیل است، مثل ماینر میجر اسکیل. اسکیل چی است؟ اسکیل یک ستی از نوت‌های موسیقی است که ما هر نوع تکنیک‌های یادگیری موسیقی را بالای از تمرین میکنیم و همونطوری که شما میفهمین در موسیقی هندی 10 تا تات وجود داره که ما تات کلیان در هفته‌های گذشته کار کردیم و امروز سر تات بهروی کار میکنیم. دوستای عزیز، تا به حال ما همیشه میجر سکیل کار کردیم، یعنی امی راگ یمن و بوپالی و تات کلیان اینا همیش میجر سکیل بوده. امروز برای اولین بار ما ماینر سکیل کار میکنیم و تات بهروی یک ماینر سکیل است و ما ایده برای هرمونیا نوتایش میبینیم و تجربه میکنیم و سرای از ایده همیشه ما چند لحظه بعد ایده در روی هرمونیا میبینیم. البته تات بهروی یکی از مقبول ترین تات ها است، مخصوصا برای افغانا، چون ما خودم میتونم به جرات بگویم که 80% آهنگای افغانی که ما خودم شنیدیم و خوشم آمده اینا در تات راگ هایی که از تات بهروی جور شده بود از اون راگ ها استفاده شدن. البته از تات بهروی بسیار زیاد راگا جور شده که راگای بسیار مشهورش راگ مالکونس است، مثلا راگ بهروی است، راگ بلاسخانی توری است، مثلا راگ دناشری است. این راگا بسیار راگایی هستند که مشهور هستند در تات بهروی و ما تات همونطوری که گفتیم رول مادر داره. از تات است که راگ‌های متعدد جور میشه که زیادتر ما فکر میکنیم که در افغانستان ما زیادتر امی تات بهروی بسیار زیاد مشهور است و زیاد آهنگ‌ها در قسمت جور شده. ما چرا اصلا این راگ یا این تات ما چرا در شروع کار معرفی نکردیم؟ چون که این تات د ماینر سکیل است و ماینر سکیل ما اول باید میجر سکیل که آسان ترین است ایره اول بلد شویم که باز بعد زود ماینر سکیل بریم که من از او خاطر ایره در اول شروع نکردم، گرچه که در می تا زیادتر آهنگای افغانی تهیه و ترتیب داده شده. دوست عزیز، تات بهروی یک تات ماینر سکیل است، یعنی یک تاتی است که ماینر سکیل به حساب موسیقی اروپایی. ما در هفته‌های گذشته، در ماه‌های گذشته فقط ما در میجر سکیل کار کرده بودیم، مثلا تات کلیانه، راگ بوپالی، راگ یمنه، اینا کلش در میجر سکیل بودن که میجر سکیل قسمی بود که ساری گما پادانی سا سانی دا پا مگری سا، یعنی تمام نوتای شد بودن. ولی در راگ در تات بهروی، البته راگ بهروی و تات بهروی اردوش یک نوت ها را داره، اینا تغییر میخوره. یعنی ری و گا نوتای به عوض شد 2 تا نوت کومل میشه و همچنان دوانی 2 تا کومل میشه به عوض این نوتا گرفته میشه. یعنی تات بهروی چه رقم است؟ حالا ما یک دفعه ارو میکنیم. ماینر شد، میجر کی رقم بود؟ میجری قسم بود، این ماینر کورد شروعش سی ماینر سکیل، سا ری گا ما پا دا نی سا نی
تات بهروی است دوستای عزیز. دو نوع سرگم یاد میگیریم به خاطر از اینکه سرگم‌های در تات وقتی که ما سرگم میکنیم برای ما در آینده ها وقتی که راگ‌هایی که در همین تات جور میشن این برای ما بسیار کمک میکنه که ما راگ‌ها را مقبول‌تر بخوانیم و همچنان به خاطر از اینکه ما این راگ به فکر ما بانه به مغز ما بانه ما خوبتر است که ما این رقم الانکار تمرین کنیم و سرگم تمرین کنیم تا که تات و یا راگ هر چیزی که هست به مغز ما ثبت شود نوتایش. حالا ما میریم یک دو نوع الانکار را تمرین میکنیم. ساری سگان ریگاری من گما گپا مپا مدا پدا پنی دنی دسا سانی صدا نی دنی پا دا پا دما پاما پگا ماگا مری گاری گسا. آله به شکل آکار ما امی هین الانکار است اما امی نوت که سیومش تکرار بشه. مثلا ما میگفتیم که سری سگا، حالا میگیم سری سگاگا سری سگاگا، دو دفعه یعنی تکرار میکنیم. سری سگاگا ریگاری مامان گما گپا مپا مدادا پدا پنینی دنی دساسا سانی دپدادا نی دانی پاپا دپا دماما پاما پگاگا مگا مریری گاری گساسا. آکار ویدیوی هفته آینده ما در مورد راگ بهروی است. و شما دوستای عزیز اگر سوالی دارین حتما در قسمت کامنت ها سوال خود مطرح کنین و بسیار خوشحال میشیم که بتونیم سوال شما را جواب بگویم. و این ویدیو ها را لطفا دوستای عزیز با دیگران شیر کنین تا که دیگران بتونن استفاده کنن. و لطفا اگر این ویدیوها خوشتون آمده لایک و سابسکرایب فراموش نکنین تا اینکه چینل بتونه رشد کنه و ما بهتر بتونیم در خدمت شما قرار بگیریم. دوستای عزیز این بود ویدیوی امروز ما. خدا کنه که یک ویدیوی آموزنده بوده باشه و در هفته آینده ما یکی دو راگ از امی تات به معرفی میگیریم و آهنگایی که افغانی که در راگ جور شده ما اوها را میبینیم یک جای کار میکنیم تا که ما درست بفهمیم که تات بهروی یعنی چی و راگایی که چند یکی دو راگی که ما سرش کار میکنیم این کاملا ما سرش حاکم شویم و یاد بگیریم. دوستای عزیز تا هفته آینده شما عزیزا را به خدا میسپارم. بای بای.